مال زرتشتی ها بوده در گذشته. قبلا آتشکده‌ای داشته که الان خاموش شد و نه بقایای یکی ازش مونده. از راه ورودیش بریم. خود آتشکده‌اش هیچ تابلویی نیست که راهنمایی کنه. آتشکده کجا بوده؟ ولی این به ظاهرش میخوره چون سقفش مشخصا بازه و فضای بسته ای نداره. حالا بریم این بر. اینجا هم یه اتاقک ظاهرا. اینجا چطور؟ اینجا هم نمیشه رفت داخلش از این طرف، ولی به نظر میاد که به جایی راه داره. ببینیم از کجا میشه رفت داخلش. سرم گرفت سقف. البته فکر کنم به خاطر اینکه اینجا خاک جمع شده، اون سوراخی که ازش نگاه میکردم اینجا و این منافذی که تو دیواره به نظر میاد برای ورود هوا باشه. اینجا هم باز به نظر میاد که خاک جمع شده، ارتفاع کف اومده بالا، مگر نه باید سقف بلندتری باشه به نظرم. خب راههای دیگه‌اش ظاهرا بسته شده. مسیرهای خیلی بازه که اینجا محل اجتماعشون بوده. این سمت هم ببینیم و تمام. اینجا هم باز محبت تو درتوی داره. این شبیه به جایی که شاید آتش دام اینجا بوده. اصلا نباشی این چیه اینجاست؟ بیشتر به نظر میاد جایی باشه که یه نفری میشسته برای دیگران حرف میزده. این زیرش هم یه تاق داره. متاسفانه راهنمایی دور و بر نیست که راهنمایی کنه. ولی خب فضا چه کاربردی داشته. خب اینجا راه داره به این محوطه بزرگی که به نظر محل تجمع بود و از این طرف هم راه رو هست که راه داره به اون چیزی که شبیه به محل نشستن یا در واقع شاید آتش دام باشه، نمیدونم. خب بریم که دیر میشه، به تاریکی میخوریم و برگشتمون خطرناک میشه. از این محوطه
فضاهای حجره زیاد داشت مثل اینجا. ولی جایی که بشه با اطمینان گفت آتش کرده بوده رو پیدا نکرد. ببخشید. خوبی شما؟ سلامت باشید قربان شما. سلام علیکم. دوستانمون هستن که تو قلعه رستم دیدیمشون.